امروز در جلسه متنتن سردبیر هفته‌نامه تاجیکستان شریف همدانپور و وزیر فرهنگ تاجیکستان دیپلم وزیر سال 2019 را تقدیم نمود. تقدیم دیپلم در زمینه پرسش هفته‌نامه تاجیکستان که خوانندگان وزیر فرهنگ را نظر به دیگر وزیران کشور دسترستری منصبدار عنوان کردند صورت گرفت. سال گذشته ما یک پرسش برگزار کردیم میان شاعران، وزیران، سیاستمداران و میان وزیران وزیری از همه موفق محترم وزیر فرهنگ آرامبک زاده شمس‌الدین فقط همین یک چیز برایتون میگم، ما همین امکانیت نبود همین پرسشنامه در بدخشان برگزار کنیم، لیکن در تمام قسمت‌های دیگری تاجیکستان این پرسشنامه برگزار گشت و ما پرسیدیم از مردم که چرا شما آرامبک زاده رو انتخاب کردید. بعد یک گپ ما در حیرت آورد، گفتند وزیر دسترس. در کوچه هم میبینید، در خیابان هم میبینید، در هر کجایی که دیدید میتوانید بروید همراهشان صحبت کنید، سلام کنید. من همین یک حالت را در شهر ویلنیوس لیتوا دیده بودم و وقتی که ما از کوچه میگذشتیم با ولسپید وزیر اقتصاد گذشت. همین روز نمیرسد. وزیر فرهنگ شما دارای تفکر اروپایی هستند و همین وقت مثل اونه که احمد ظاهر موسیقی شرق و موسیقی غرب رو به هم در آمیخت، آشتی داد، این کس تفکر شرق و تفکر غرب رو به هم آشتی دارند و همین چیز شاید سبب شد که در پرسش ما شما غالب آزمون دانسته شدید و یک بار دیگر از نام تمام خوانندگان هفته‌نامه تاجیکستان شما را تبریک میگویم. این دیپلم هفته‌نامه تاجیکستان تقدیم می‌گردد به شمس‌الدین آرامبکوف وزیر سال 2019. یک هفته